بعد از ظهر 23 سپتامبر ده‌ها نفر از جوانان فعال به نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا به دوشنبه آمدند و خواستند که مسئولان این سازمان به مراجعت آنها جواب گویند. در این همایش بیش از 100 نفر جوانان و گروه از زنان رویمالپوش که حدوداً 10 نفر بودند با عکس‌های مخالفین و شعارهای ضد تروریستی و اکستریمیستی اشتراک کردند. جوانان در دست عکس‌های محیدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی، دادا جان عطاءالله خبرنگار تبعیدی تاجیک، شراف‌الدین گدایف یکی از پیشوایان گروه 24 را اول به زیر پایهایشان پرتافتند و بعضی از آنها را آتش زدند. علاوه تاجیکستان نمیخواد که ابله‌ها را خودش حیف کنه یورا. البته امروز جوانانی که ما می‌بینیم در اینجا طول دوم سوم مرتبه شرکت در اینجا جمع آمدند به خاطر که جوابی که رسما اونها با ما گردانده بودند به این جوانان این جواب خانه کننده نبود و چون که فوبیا پیانه یکی از اشغال کننده اجرا کننده وظیفه راهبری سازمانی امنیت همکاری در تاجیکستان نویسند در جوابنامه خودشان که ما هر چی که از دست ما اومد این مراجعتنامه شما رو ترجمه کرده با آنها روان کردیم، با ورشو روان کردیم، بر همون تشکیلاتی که با یک نوع یعنی بدیش میگویند یا که تشکیلاتی صحیحی که در خود پولش است با آنها روان کردیم، با گین سکرترشون روان کردن، با آنها رسوندن همه اینها. اما این برای جوانان ما خانه کننده نیست. بعد از آنکه مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا به نزد جوانان اعتراضگر حاضر نشدند، دانشجویان به در و دیوارهای دفتر این سازمان با پایهایشان زدند و سنگ انداختند، ولی در حال ماموران میلیسا بعضی از آنها را دستگیر کرده و به ماشین انداخته بردند. از این پیشتر دانشجویان و گروه از جوانان تاجیکستان به حضور مخالفان حکومت تاجیکستان در کنفرانس بین المللی درباره حقوق انسان در شهر ورشو لهستان در دانشگاه‌های شهر دوشنبه اعتراض کردند و حضور آنها را در آن کنفرانس محکوم نمودند. صبح امروز در تالار دانشگاه طبی حدود 400 نفر دانشجویان و فعالان حضور داشتند. آنها گفتند که سازمان امنیت و همکاری اروپا سیاست دوخوره دارد و کشورهای اروپا به مکان جنایتکاران تبدیل یافتند. اعتراض در دوشنبه بعد از آن صورت می‌گیرد که گروهی از اعضا و طرفداران حزب ممنوع نهضت اسلامی و دیگر گروه‌هایی که خود را مخالفان دولت تاجیکستان می‌نامند، روز 19 سپتامبر با برگزاری یک همایش اعتراضی در شهر ورشو خواستار آزادی اعضای محکوم شده ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان شدند. همزمان به اطلاع ما در دانشگاه‌های ملی، طبی، اگراری، اسلاویانی، تکنیکی و دانشگاه‌های کلاب هم همین گونه جمع‌آمدهای اعتراضی برگزار شده است. از این پیشتر شام 20 و صبح 21 سپتامبر یک گروه از جوانان در نزد دفتر سازمان امنیت و همکاری در اروپا در دوشنبه جمع آمده و مراجعتنامه را به کارمندان نمایندگی صحه تسلیم کردند. جوانان تاجیک در این مراجعتنامه از سازمان امنیت و همکاری در اروپا خواستند که از حمایت افراد به قول آنها جنایت پیشه دست بردارند.